سفیر مولدووا در روسیه، تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان ولادیمیر گلاواتیوک با کشینیوف بازخوان شده است. خود دیپلمات و وکیل سابق پارلمان از حزب سوسیالیست میگوید که به رخصتی برآمده است، ولی پایگاه خبری دشت امده خبر داد که در اصل گلاواتیوک به سبب دست داشتن در یک جنجال شعبانی در بنای سفارت در مسکو فرا خواندند. بنا به اطلاع نشریه، گلاواتیوک یک زن را که در سفارت کار میکرد به منزل خودش در قبت بالای اجره کاریش دعوت کرده در نزد او تن اوریان ظاهر شده است و کوشش کرده است که آن زن را به آغوش بکشد. او به زن گفته است که وی را آرام کند، ولی زن خود را از آغوش سفیر خلاص کرده میگریزد و به پلیس مسکو و مقامات مولدووا رسما از بدرفتاری گلاواتیوک شکایت میکند. یادآور میشویم سفیر قبلی مولدووا در تاجیکستان نیز در پی ماه نوامبر سال 2020 از ماشین دیپلماتیش یافت شدن مقدار بزرگ داروهای آنابولیک مجبور به استعفا شده بود. ظاهرا کریر سفیر گلاواتیوک نیز با همین به پایان رسید.